وزارت مدافعه اوکراین میگوید ارتش این کشور در حالت آماده‌باش جنگی قرار گرفته است. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که بر ضد استخبارات روسیه چاره‌ها اندیشیده می شود. چون این تصمیم در ارتباط با وضعیت در گلوگاهی کرچ گرفته شد. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 3 کشتی اوکراینی تیراندازی کردند. در این حادثه چند نفر زخم برداشته، کشتی‌های اوکراینی عازم بحر آزوف از سوی مرزبانان روسیه بازداشت شدند. روسیه ملاحان اوکراینی را به عبور غیرقانونی مرز ایبدار نمود. کیف در نوبت خود روسیه را تجاوزکار نامیده است. پرزیدنت پتر پوروشنکو از پارلمان اوکراین خواست که در این کشور تا 2 ماه وضع جنگی اعلان شود. وضع جنگی به خاطر تحکیم نیروهای دفاعی در پیشروی زورآوری افزاینده یا تجاوز روشاد از سوی روسیه است. چون این وضع معنای آن را ندارد که ما از قبول چاره‌های سیاسی و دیپلماتی برای آزادی حدود اوکراین دست می‌کشیم. شب 25 نوامبر حدود 150 نفر با نشان اعتراض به بازداشت ملاحان اوکراینی در نزد سفارت روسیه در کیف جمع آمدند. بعضی از اعتراضگران در رویشان نقاب داشتند، به سوی بنا آتشپاره هوا دادند. در آنجا 6 نفر از آدمان ما مجروح شدند. وضعیت 2 کسی آن وخیم است. این تجاوز بیش از 4 سال است ادامه دارد. ما باید کیهات تمام مناسبت‌های دیپلماتی را با این کشور کار می‌کردیم. روسیه عمل‌های اوکراین را توطئه نامیده افزوده است که دلیل‌های شیعی پیشنهاد خواهد کرد. مسکو طلب نمود که روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود.